یک کمیسیون مستقل تفتیشاتی در فرانسه معین کرده است که در این کشور از سال 1950 تا 2020 در کلیسا از جانب روحانیان کاتولیکی زیاده از 216,000 کودک مورد زوراوری جنسی قرار گرفته است. سردار کمیته تفتیشاتی ژان مارک سوویه به ژورنالیستان گفت اگر ما تجاوزگران سکولاریسمی را که در مؤسسه های کلیسای کاتولیکی، مکتب ها و غیره کار میکنند علاوه کنیم، این رقم به 330,000 میرسد. کلیسای کاتولیکی فرانسه روز سه‌شنبه 28 اکتبر پس از پخش شدن خبر این گزارش احساس شرم و ترس و هراس خود را اظهار کرد. پرزیدنت سیناد اسقف‌های فرانسوی مانسیگار اریک بافارد گفت در این روز من می‌خواهم از هر یک شما بخشش پرسم. تفتیشات نشان داد که در دوام 70 سال اخیر در کلیسای کاتولیکی فرانسه از 2900 تا 3200 نفر به جنایت‌های شهوانی علیه کودکان دست زدند. کمیسیون پس از 2.5 سال کار تفتیشاتی از سال 1950 تا به امروز نتیجه های تحقیقات خود را در گزارش 2500 صفحه نشر کرد. اینچنین اولیویه سوینیاک از گروه پرلی ات روویر تصدیق کرد که آن گزارش تأثیر بمب خواهد داشت. سردار کمیسیون ژان مارک سوویه گفت که از سال 1950 این جانب از کاهنان و دیگر روحانیان از 2900 تا 3200 جنایتکاران جنسی علیه کودکان بودند. وی افزود که این حد اقل حساب است که بر اساس بررسی حجت‌های کلیسا، عدلیه، پلیس عدلیه اساس خود را یافته است. واتیکان مسئله جاری کردن تحریم‌ها به اسقف‌ها و روحانیان هنوز سال 2019 میان گذاشته. پاپ واتیکان در آن سال به ایرلند سفر نموده نشست بی‌سابقه در مورد حفظ نابالغان و اصلاح قانون کلیسا را مطرح کرده بود. کمیسیون مذکور تیر ماه سال 2018 تأسیس یافته 22 عضو را در بر می‌گیرد که متخصص ساحه‌های مختلف از جمله حقوق شناسی، جامعه شناسی، طب، روانشناسی، اجتماعی، معارف، حفظ کودکان، تاریخ و تئولوژی و غیره میباشند.